با یاد داشته باش در شرایطی که امروز قرارداری همیشگی نیست. شاید روزهایی بوده که فکر میکردی دیگه هیچ راهی وجود نداره و از همه چیز ناامید شده باشی، اما با گذشت زمان ثابت شده که هیچ چیزی ماندگار نیست. همه آدم‌های موفق و قوی یک روزی در شرایط سختی قرار داشتند. شاید شکست خوردند، شاید ناامید شدند و شاید هم فکر کردند که دیگر توان ادامه دادن را ندارند. ولی چیزی که باعث شد موفق شوند این بود که به یاد داشتند سختی ها موقتی هستند. پس به یاد داشته باش هیچ دردی ابدی نیست، هیچ مشکلی برای همیشه باقی نخواهد ماند و هیچ پایانی واقعی وجود ندارد. از همین لحظه از کوچکترین چیزها شروع کن، حتی با یک لبخند، با یک نفس عمیق، با یک قدم آرام. همین قدم‌های کوچکی امروز میتونه نقطه شروع تغییرات بزرگ در زندگیت باشه. قدم‌های کوچک پیوسته را دست کم نگیر. بزرگترین مسیرها از همین قدم‌های کوچک آغاز میشن.